حدس بزنین این تصویر متعلق به کدوم کشوره؟ غیر واقعی ترین دره دنیا. هر عکسی که از این دره میبینین فکر میکنید فتوشاپه، ولی همینطور واقعی دیده میشه. اینجا آنتلوپ کنیون یا همون دره آنتلوپ توی آریزونای آمریکاست. دره‌ای که سنگ‌هاش مثل موج خم شدن و نور از سقف به پایین میریزه. دره آنتلوپ یکی از شگفتی‌های طبیعت در نزدیکی دریاچه پول در ایالت آریزونای آمریکاست. خیلی‌ها این دره رو به خاطر زیبایی‌ها و رنگ‌های منحصر به فردش به عنوان یکی از بیادماندنی ترین مقاصد سفر خود انتخاب می‌کنند. این پارک صخره‌هایی داره که توسط آب و هوا در طول سالیان زیاد به گونه‌ای بسیار جالب فرسایش پیدا کرده که در ساعتی از روز خالق مناظری با نورپردازی‌های نایاب میشه. سنگ‌هایی که این دره رو تشکیل داده از جنس سنگ آهکی است که حدود 190 میلیون سال پیش ساخته شده. خود دره هم طی میلیون‌ها سال فرسایش توسط آب‌های سیلابی شکل گرفته. دره خودش در عمق زمین فرو رفته و حدود 120 فوت معادل 37 متر ارتفاع داره. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگه هم جای جذاب و بکری رو میشناسید که ارزش گفتن داره، حتما برای ما کامنت کنید.